یک پروفسور ژاپنی میگه شکر ما هیچ معدن نداریم، اما شکر خدا خوب کلا داریم. هیچ معدن نداریم ولی گپ اول در دنیا میزنیم. میگه چرا مرگ بر امریکا نمیگی؟ میگه چرا بگویم؟ با مرگ گفتن ما چی میشه؟ با جای لعنت با 100 تا لعنت به تاریکی بفروشید روشن نمیشه. یک تاش هم روشن که روشنی کردیم نیون پرت خود چی خوب. میگه من مرگ به امریکا نمیگم، امی که رئیس جمهور امریکا در سر میزش تلفن ژاپنی ماندگی است ما موفق هستیم. میگه از موتو چی ما ماندگی است؟ موتو فقط مصرفگر هستیم. یک تلفن آیفون 1 لک قیمت داره، 1 سال کار در افغانستان کنی 1 لک میشه و ما تو 1 لک اینم تو مصرف میکنیم. حالا چی میکنه؟ اما قد سعی که احمق جور کردنه. یک دفعه کمرایش 2 تا میته، تایر تو هنوز بلد نیستی 3 کمرایش میکشه. کلم را افغانام دینیم ترک 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 ترک. من نمیفهم چه وقت میبینی را در اون دنیا میبینی. خب یک روز پیشم یک سایت بیبی از صبح که گرفتار هستی نکو باز 2-3 کمرایی را که زجارت فروخ دیگه دفعه کمرایش گرد میته، دیگه دفعه 4 کنجه میته و تو سینم تو مصرف کرده میری. و مرگ به امریکا میگی نگو پیسای تو فکر میکنی در اینجا پیسا را که میتی مستقیم دو کمپانی تلفن میره. اما وطنه منوز تو از 13 استفاده کردی پس 14 در ماینه خانم یک گپش در طلاق رسیده که دختر خالیم 14 داره نامزادم به من نخریده او خوارک گلم. تو چی میکنی در این 14؟ من خود تو را کدام پروفسور هم نمیدونم تحقیقات کنی اگه گپ کار داره خود این تلفن اقوام میشه. اما موجود مصرفی است من وطن گرامی. بازی که شوه که سیمینار بانه او تجارت از چند میگیری 50 افغانی 1 روپگی کنی 50 تا میشه، ساجق بخری 1 خلطه میشه، مصرفش نکنی 1 سال تا بس است 50 افغانی. بله